اوضاع داخلی پاکستان اون هم در اوج دشمنی با افغانستان چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ظریف صاحب، سلام به شما و تمام بینندگان شما. در نخست باید گفته شود که پاکستان یک کشوری هستند که در این منطقه بر یک هدف خاص ایجاد شده بود. پاکستان از روز ایجاد پاکستان تا امروز پاکستان کارا را که کردن، او کارا را برای او کارای هستند که در منطقه او قوتایی که هستند که در این منطقه اهداف مشخص دارن. برای پیاده ساختن اهدافشان اونا به حیث یک کرایی اجرای وظیفه نمودن. قوت‌ها مثلا قوت‌های غربی است؟ قوت‌های غربی هستند، امریکا هستند، ناتو هستند، بریتانیا هستند. پاکستان در داخل بسیار زیاد مشکلاتی داره. بیاین که شروع کنیم از مسئله طوری که شما گفتین، مسئله عمران خان گفتین. عمران خان، بله، از مسئله عمران خان یک کسی هستند که یک لیدر بسیار محبوب ترین کشور هستند و پارتیشان که هستند، حزب سیاسیشان که هستند، او تحریک انصاف و یک حزب محبوب ترین حزب در پاکستان هستند. درست. ولی فوج میترسه، از اونا میترسه. تاریخ فوج اگر مطالعه کنین، در تاریخ پاکستان هیچ یک از کسانی که به دموکراسی، به انتخابات به قدرت رسیده، او مدت خود پوره نکرده. در تاریخ پاکستان هیچ یک از رئیس جمهورایشان دوره مدت خود پوره نکرده. درست. هرچند اخیراً عاصم منیر کرد تا سال 2035 قرار است باشه سر قدرت. نه، او خود چی است؟ فوج است. ملکی نمیگین شما؟ ملکی میگیم. کسی که به انتخابات به جمهوریت کامیاب میشه، یا رئیس جمهوری کشور یا نخست وزیر کشور میشه. مثل عمران خان بود، آل شهباز شریف است، پیشتر از او کسی که بود. در تاریخ پاکستان تا امروز هیچ کسی دوره رسمی خود پوره نکرده. چرا؟ از طرف فوج یا مستقیما سر او چی شده؟ کودتا شده، یا برای اونا یک دسیسه جور شده، او را از قدرت کنار کرده و حتی زندان روان کرده. در مورد عمران خان مشخصا مشکل چی است؟ هدف ما بود که به عمران خان که هستن، فوج چرا او را زندانی کرد، از قدرت او را کنار کرد؟ به خاطری که عمران خان و تحریکش در این منطقه امنیت میخواست.